چند روز پیش یکی از عزیزانم برام یه مقدار گل زعفرون آورد. منم دیدم حیف کنار این گلای قشنگ یه کیک زعفرونی نباشه، برای همین سریع دست به کار شدم. یه کیک با طعم ناب و بی‌نظیر بستنی سنتی که من هر چقدر از عطر و بو و مزه فوق‌العاده‌اش بگم کم گفتم. فکر نمی‌کنم کسی باشه که بستنی اکبر مشتی دوست نداشته باشه. حالا میخوایم این کیک رو با همون عطر و مزه و رنگ درست کنیم. اگر شما هم از طرفدارای بستنی سنتی هستین، حتما این کیک رو امتحان کنید. مطمئنم خوشتون میاد. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه. برای درست کردن کیک زعفرونی که بهش کیک مسقطی هم گفته میشه، اول باید آرد رو 3 بار الک کنیم. من قبلا 2 بار این کار رو انجام دادم. بیکینگ پودر رو روی آرد میریزیم، برای بار سوم آرد رو الک میکنیم و کنار میذاریم. زرده و سفیده تخم مرغ رو جدا میکنیم. با احتیاط این کار رو انجام بدین تا زرده ها وارد سفیده ها نشن، چون اون وقت سفیده ها فرم نمیگیرن. سفیده ها رو توی یه ظرف کاملا تمیز میریزیم و نصف شکر دونه ریز رو هم بهش اضافه میکنیم. با همزن که پرهاش باید کاملا خشک و تمیز باشه تا جایی میزنیم که وقتی ظرف رو برمیگردونیم چیزی ازش نریزه. بعد هم ظرف رو داخل یخچال میذاریم. گلاب و زعفرون رو به شیر ولرم اضافه میکنیم. من بعد از اینکه اینا رو مخلوط کردم، ظرف و کنار یک کتری که زیرش روشن بود گذاشتم تا شیر ولرم بمونه و سرد نشه. حالا بریم سراغ زرده ها. بقیه شکر رو به اضافه وانیل و هل به زرده ها اضافه میکنیم و با همزن خاموش یه مقدار هم میزنیم. بعد همزن رو روشن میکنیم و تا زمانی که مواد کاملا کشدار و حجیم و روشن بشن اونها رو هم میزنیم. یادتون باشه حتما ظرف رو 1-2 بار دورگیری کنین تا تمام مواد با هم ترکیب بشن. حدود 5 تا 6 دقیقه با دور تند همزن بزنین کافیه. ببینین مایه باید اینطوری روشن و کشدار بشه. حالا روغن رو به زرده ها اضافه میکنیم و فقط در حد 10 تا 15 ثانیه با دور کند همزن مخلوطشون میکنیم. دوستان یه نکته‌ای که باید بهش توجه کنین اینه که برای کیک از روغن مایع پخت و پز استفاده کنین. روغن مایع سرخ کردنی مناسب این کار نیست، چون روی طعم کیک تاثیر میذاره. بعد از روغن ترکیب شیر ولرم رو اضافه میکنیم و اون رو هم فقط در حد 10 تا 15 ثانیه با دور کند هم میزنیم. حالا آرد رو توی 2 تا 3 مرحله روی مواد تخم مرغی الک میکنیم. در نهایت سفیده ها رو توی 2 مرحله روی مواد میریزیم. از اینجا به بعد برای ترکیب کردن مواد از همزن دستی یا لیسک استفاده میکنیم. غلظت نهایی مایع کیکمون باید مثل تصویر باشه. توی یک قالب 23 یا 25 سانت کاغذ روغنی میندازیم و مواد رو داخلش میریزیم. نیازی به چرب کردن نداره. با یه سیخ چوبی مواد رو هم میزنیم تا حبابای هوا از توش خارج بشه. بعد هم قالب رو 1 بار روی سطح کار میکوبیم و در فر از پیش گرم شده میذاریم. برای اینکه بدونیم کیک پخته شده یا نه یه سیخ چوبی رو داخلش فرو میکنیم. اگر تمیز بیرون اومد کیک آماده است. بهتره که صبر کنیم تا کیک توی قالب خنک بشه. بعد اون رو با کمک یک کاردک یا چاقو از دیوارها جدا میکنیم و روی توری برمیگردونیم. برای اینکه برش‌های تمیز داشته باشیم باید کیک کاملا سرد و خنک باشه. اینم بافت کیک خوش عطرمون. حالا بریم کرم این کیک رو درست کنیم. توی دستور اصلی 100 گرم شیر عسلی هم به این مواد اضافه میشه. اما من نمیخواستم خیلی شیرین بشه، برای همین اونو حذفش کردم. اگر شما دوست دارین کرم پنیریتون شیرین تر باشه، اون مقدار شیر عسلی رو بهش اضافه کنین.
پنیر خامه‌ای بدون نمک رو روی خامه قنادی که اصالت انجماد خارج شده میریزیم و با هم میزنیم تا یه مقدار فرم بگیرن. بعد هم زعفرون دم شده غلیظ و گلاب رو اضافه میکنیم. مراقب باشین اگر زعفرونتون رقیق باشه یا گلاب زیادی به خورد خامه بدین کرمتون شل میشه. برای پررنگ‌تر شدن مواد پنیری میتونید از رنگ خوراکی هم استفاده کنید. وقتی خامه کاملا فرم گرفت اونو داخل قیف میریزیم. انتهای قیف رو برای راحتی کار گره میزنیم. یه ذره ای از خامه رو روی صفحه گردون میزنیم. این کار باعث میشه کیک به صفحه بچسبه و زمان کار حرکت نکنه. لایه اول کیک رو روی سطح کار میذاریم و با شیر و گلاب مرطوبش میکنیم. بعد روش کرم پنیری میزنیم و با کمک کاردک یا پالت صافش میکنیم. حالا با کرم پنیری دور کیک دیواره ایجاد میکنیم و وسطش رو با مغزیجات دلخواه پر میکنیم. به نظر من برای اینکه این کیک کاملا شبیه بستنی اکبر مشتی بشه بهترین انتخاب براش پسته است. میتونید وسطش رو مغز، خلال یا پودر پسته بریزید. حالا لایه دوم کیک رو میذاریم. مراقب باشید مثل من از دستتون نیفته و ترک نخوره. مثل لایه قبلی روش رو با شیر و گلاب مرطوب میکنیم و خامه میزنیم. بعد هم دیواره های کیک رو با کرم پنیری میپوشونیم. من روی کیک رو با خامه سفید، خلال پسته و یه مقدار پودر پسته تزیین کردم. دوستان پیشنهاد میکنم این کیک رو حتما امتحان کنیم. تمام مدتی که داشتم کار میکردم عطر هل و گلاب و زعفرون توی فضا پیچیده بود. بافت این کیک کاملا نرم و لطیف و اسفنجیه و حتی بدون کرم پنیری هم همونقدر خوش عطر و بو و خوشمزه است. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. این کیک خوشمزه رو درست کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. دوستان عزیزم بی نهایت ازتون ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. خوشحال میشم نظرات ارزشمندتون رو برام بنویسین.